عرض سلام خسته نباشید دارم خدمت شما دوستان عزیز. در حال تراشکاری صفحه آهنی هستیم برای تراکتور 285 فرگوسون برای فلایویلشونه. این یعنی فلایویل دستگاه. حالا عرض کنم خدمت شما که هرچی ما داریم اینو میتراشیم برای اینکه باید نسبت به این شافت مرکز دور باشه. خب اول ما اومدیم شافت رو تراشیدیم، نهایی کردیمش، بعد ورق و اومدیم سوراخ زدیم، اینو به صورت فشاری واردش کردیم، جوشکاریشو کردیم و نسبت به همین شافت اومدیم اینو تنظیم کردیم و تراشکاریشو داریم انجام میدیم تا دور بشه و روی فلایویل ما قرار بگیره و بقیه کارا. حالا چی قرار بیاد اینجا؟ این سرش کوپلی میخوره، اون سر شافت کوپلی میخوره و این میاد به اینجا پیچ میشه به این فلایویل و بعد عرض کنم خدمت شما که میره حالا به سمت پمپ آب یا هر چیز دیگه که مشتریمون میخواد. با تشکر. حالا ادامه کارم براتون